سلام. توی قسمت قبلی پادکست جامعه شناسی نخبه کشی ما به اینجا رسیدیم که اروپا وارد یک دوران بلوغ فکری شده و حالا گام در مسیر رشد علم گذاشته و این رو فهمیده که باید دنیا رو کشف کنه تا بهتر بتونه زندگی کنه. بنابراین کشتی راهیش رشد میکنه. در بسیاری از کشورهای اروپایی البته صنعت کشتیرانی رشد میکنه و اروپایی ها به نقاط مختلف دنیا میرن، آمریکا رو کشف میکنن، آفریقا رو دور میزنن و به سمت هند و البته ایران میان. در تاریخ گفته شده که در سال 1507 میلادی، یعنی تقریبا 6 سال بعد از استقرار دولت صفویه، ایرانی ها و پرتغالی ها در هرمز یا خلیج فارس یا البته دقیق‌تر بگیم بندر عباس امروزی با همدیگه درگیر میشن. پرتغالی ها در اون زمان سلاح‌های جدیدی داشتن، 6 کشتی داشتن و حدود 460 مرد جنگی و ایرانی ها هم از این طرف حدود 30,000 مرد جنگی داشتن که البته نتیجه اون جنگ با شکست ایران به اتمام رسید و جزایر جنوبی ایران و بندر عباس فعلی یا هرمز رو به کنترل و سلطه خودشون در آوردن و اونجا به کشتار و غارت پرداختن و قرار بر این شد که حاکم هرمز سالی 15,000 اشرفی به عنوان خراج به پادشاه پرتغال بپردازد و علاوه بر این کالاهای پرتغالی هم از پرداخت هر نوع عوارضی و حقوق متفرقه‌ای معاف شدند. از اون تاریخ خلیج فارس و دریای عمان به زیر سلطه غربی ها در آمدن و تا حال حاضر هم همیشه در این نقاط و مناطق جغرافیایی سیاست های خودشون رو پیاده کردن. در اون زمان تجارت تحمیلی بر علیه ایران به وجود اومد که این تجارت به علت ناتوانی و عجز و پوسیدگی فرهنگ ایران در اون روز به کشور ما تحمیل شد و روز به روز دامنه نفوذ خودش رو توسعه داد و به قول یک کسی جراحت در جوارح بر سرایت خود می‌افزاید. گفته میشه که شاه اسماعیل نماینده خودش رو به بندر عباس فرستاد که مالیات بگیره. پرتغالی ها با توپ اون رو بدرقه کردن، توپ جنگی البته. نماینده شاه اسماعیل هم از ترس فرار میکرد و چون صدای توپ رو با اون زمان نشنیده بود به شدت وحشت کرده بود. اولین پادشاه صفویه شاه اسماعیل بود، البته شاه اسماعیل اول، و آخرین پادشاه صفویه شاه سلطان حسین که افغان‌ها تاج از سر اون برداشتن که مصادف با سال 1722 هجری قمری. صفویه مجموعاً 11 پادشاه داشته، البته حدودی چون پادشاه سوری هم داشته، که طی این 220 سال صرف نظر از زمانهایی مثل زمان شاه عباس اول و شاه عباس دوم که نظم و قرار نسبی در داخل همون نظام اقتصادی سنتی کشور حاکم بود و یک رونقی داشت به چشم می اومد که البته اون هم باز هم از فرهنگ کلی تاثیرپذیری کامل داشت، در بقیه ایام و دوران بقیه پادشاه ها تقریبا یک نوع یکپارچگی بر جامعه ایران حاکم بود که با کمی اختلاف دارای همون خطوط ویژه قبل و بعد از دوران صفویه است. یعنی به عبارت ساده تر به جز شاه عباس اول و شاه عباس دوم در بقیه دوران پادشاهان ما وضعی رو شاهد هستیم که در پادشاهان و سلسله های قبلی و پادشاهان و سلسله های بعدی هم شاهدیم و متاسفانه از تحولاتی که توی اروپا شاهد اون هستیم و تغییراتی که پی در پی در اون مرز و بوم صورت میگیره هیچ نشانی در دیار ایران نیست. در فاصله زمانی حکومت صفویه توی ایران اروپا توی زمینهای مختلفی شگفتی‌های عظیم و بزرگی رو دید که از همه مهمتر میشه به ماشین بخار اشاره کرد که اولین اون سال 1712 یعنی 10 سال قبل از پایان صفویه و آخرین اون در سال 1936 بازنشسته شد.
حالا اروپا قدرت جدیدی شده بود که یک غار لشکریان عقلگرا و ماجراجو و شیفته قدرت داشت و خودش را آماده کرده بود که در سالها و قرنهای بعد به همه دنیا هجوم ببره و هیچ کس رو یارای مقاومت در برابرش نبود. البته لازم به ذکره که پیشرفت اروپا صرفاً در زمینه صنعتی یا نظامی نبود. مثلا توی این زمان در مباحث علوم انسانی هم اروپا پیشرفت‌های زیادی کرده بود که البته باید اینو در نظر داشته باشیم که رشد علوم انسانی با بافت تحولات اجتماعی رابطه دقیق و عمیقی داره. اصلا ما میتونیم اینجوری بگیم که در از تغییرات در بافت و طرز فکر و بستر جامعه هست که باعث تغییراتی در مثلا صنعت میشه. یکی دیگه از کشفیات اروپایی ها در اون زمان این بود که به این قطعیت رسیدن که زمین مرکز جهان نیستش. حالا شاید این سوال به وجود بیاد که حالا اینکه مثلا زمین مرکز جهان نیست چه سودی به حال مثلا اروپا داشته یا چه تأثیری داشته روی پیشرفت اروپا. ببینید خود صرف این قضیه اونقدر تأثیری نداشته، اما یک نکته اینجا وجود داره. اون نکته اینه که وقتی که اروپایی‌ها فهمیدن که زمین مرکز جهان نیست و این تفکر چند هزار ساله دچار تزلزل شد و به مرور مردود شد، اروپایی‌ها به این فکر افتادن که نکنه که خیلی از تفکرات دیگه ما هم اشتباه بوده باشه و خیلی از پیش‌فرض‌های دیگه ما هم اشتباه بوده باشه و اونجا بود که کنجکاو شدند و گام‌های بزرگی در مسیر علم که پیش نیاز اون کنجکاوی و پرسشگری هست برداشتن. و شاید لازم نباشه که بگیم در ایران هیچ تحولی به چشم نمیخورد، اما و در زمینه علوم انسانی هم هرچه که بود دنباله گذشته بود و در زمینه علوم دیگه هم متاسفانه همچنین. و این قضیه نشون دهنده یک سکونی هست که این سکون و ثابت بودن و منفعل بودن و عدم پویایی نشان میده که نیاز جدیدی احساس نمیشه و عدم احساس کردن نیاز جدید به خاطر بی‌اطلاعی از شرایط مختلف دنیاست. این قضیه رو میتونیم در مورد افراد هم بهش نگاه کنیم، یعنی چیزی نیستش که الزاماً در نگاه و بعد جامعه شناسی بهش نگاه کنیم. مثلا شما فرض کنید که سالهاست یک زندگی منفعل و غیر فعالی دارید و یک دفعه بعد از چند سال یک دوستی رو میبینید که توی این چند سال کلی پیشرفت کرده. اون یک تلنگری میشه برای شما که شما خودتون رو اصطلاحاً تکون بدید و کاری بکنید. و شرایط فعلی جامعه ایران در اون زمان دقیقاً چیزی بود که الان در مثال فردی گفتمش. به طور کلی عملاً ایران دنیا رو خلاصه در همون فرهنگ و اقتصاد بسته خودش میدید و توی صناعت و تجارت داخلی هم همون بافت قدیمی و کهن خودش رو حفظ کرده بود. توی تجارت خارجی هم عملاً تنها تغییری که به چشم خورد این بود که واردات داشت به سمت واردات کالاهای صنعتی اروپایی ها سوق پیدا میکرد. ضمن دوستان ممکنه یک سوالی برای شما ایجاد شده باشه، این که بپرسید خب اسم پادکست جامعه شناسیه و درباره نخبه کشی در ایران قرار صحبت بشه، چرا ما تا الان چند قسمت رو گوش دادیم و چیزی درباره نخبه کشی گفته نشده؟ در جواب باید خدمت شما بگم که ما میخوایم ابتدا بررسی کنیم که چه چیزهایی باعث نخبه کشی یا فرار نخبه ها از ایران شده و ما نمیتونیم به جامعه نگاه کنیم در حالی که به تاریخ اون جامعه نگاه نکرده باشیم. در واقع تم اصلی این پادکست ترکیبی از جامعه شناسی و تاریخ، نه صرفا جامعه شناسی یا یک بحث و مسئله خاص. همچنین توی قسمت اول یا دوم این پادکست بود که بهتون فکر کنم گفتم که ما نمیخوایم تک‌بعدی به قضایا نگاه کنیم. دید تحلیلی دید تک‌بعدی نیست که مثلا بیایم بگیم که آره در جامعه ایران نخبه ها فرار میکنن یا کشته میشن و همین، حالا مثلا یک عاملی رو بهش نسبت بدیم و یک
رابطه علت و معلولی ساده به وجود بیاریم. قضیه تحلیل خیلی پیچیده‌تر از این چیزهاست و ما نمیخوایم سنتی فکر کنیم. یک علت و معلولی ساده یک نگاه سنتیه که در دید ما و در دید این کتاب قطعا نیستش. به هر حال توی قسمت بعدی قراره درباره چیزی به اسم امنیت صحبت کنیم و بگیم که پایه تمام فعالیت هایی که به شکل و نحوی منجر به پیشرفت یک کشور میشن امنیته و این بحث رو قراره حسابی باز کنیم. خلاصه این که با ما باشید و اگه این پادکست رو دوست دارید با بقیه هم به اشتراک بذارید و حتما همراه ما باشید، چون خیلی اطلاعات قراره کسب کنیم و خیلی به آگاهیمون اضافه بشه تا بتونیم با هم دیگه کاری کنیم که حداقل آیندهمون مثل گذشتهمون نشه. دم شما گرم و فعلا خدا.